پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان یک هشدار به من و شما اعلام می کند که ابغض الحلال عند الله الطلاق، بدترین حلال نزد خداوند متعال طلاقه. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند اگر خانمی بدون عذر از شوهرش طلاق درخواست بکند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که این خانمی که بدون عذر درخواست طلاق کرده بوی بهش به مشام او نمی رسد. و در حدیث دیگری آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرموده مردی که لذت طلبه، تنوع طلبه، زنان متعددی میگیرد و طلاق میدهد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنین مردی را که برای لذت و برای ارضای شهوانی و برای درخواست نفسانیش ازدواجهای متعددی میکنه و طلاق میدهد، پیامبر اونو لعنت کرده است.